ندیدین، مطمئنم ندیدین از این دسرای خوشمزه که توی روستای ما درست میشه. امروز روز دوم روستاگردیه که قراره یه دسر خیلی خوشمزه با خورما واسهتون درست کنیم. پس با ما همراه باشید که قرار کلی خوش بگذره. بیو. از اونجا که خیلی دیرم شده فقط همین کار رو تونستم بکنم. رژ لب زدم، رژ گونه زدم، کلا رژ گونه رو همه زدم پشت چشمم. چون ببین عجله داشتم. شما از این کارو نکنید. آقا اینجا بس که ما عجله کرده بودیم، دوستم اومده بود لباس مجلسی رو با کفش جردن پوشیده بود و کلی خندیدیم. اینجا هم با زبون محلیمون دارم ازتون میپرسم به نظرتون قرار چی درست کنیم؟ خب رسیدیم دم در خونه دوستم. دم در یعنی دم در خونه دوستم. اصل ماجرا و چالشمون از همینجا شروع میشه، از همین در زدنه، رفتن داخل و چند تا تیکه نوستالژی از خونه های قدیمی روستا. اینجا هم دوستم با لحن قشنگش صدام زد. به زبان محلیمون به حیات میگیم منسرا. تصمیم گرفتیم که توی منسرا یا همون حیات همه چیز رو پهن کنیم و شروع کنیم به درست کردن دسر خوشمزه خرمایی با مغز گردو که ما بهش میگیم رنگینک. رنگینک غذای محلیه که اول میایم تفت میدیم تو مایتابه بدون هیچ روغنی. بعدش کم کم میایم بهش روغن اضافه میکنیم که من دارم اینجا روغن محلی اضافه کنیم چه بویی میداد. اینجا داریم به زبان محلیمون میگیم که داریم کره و روغن اضافه میکنیم. دیگه همین. نگاه کنید دیگه. مقداری که بچسبه. ای جون. کاش اونجا بودید و میتونستید بوی این کره محلیمون رو بشنوید که چقدر بوی خوبی داره و چقدر عطر و طعم غذامون رو بهتر. البته که نیازی نیست حتما شما از کره محلی استفاده کنید. شما میتونید از کره ساده که از سوپرمارکت بخرید روغن اینم استفاده کنید، اشکالی نداره. من فقط اونجا اومدم که اذیت کنم. الان بخشی از اذیت رو ببینید. اذیت نکنم. حکم اذیت کردن. وقتی درست روغن با آرد قاطی شد و به این شکل رسید بهش ادویه‌هایی مثل دارچین، زنجبیل و هل اضافه میکنیم. دیگه بعدش دستور جمل جادویی ما به شیر خشک اضافه میکنیم. دستور عمل جادویی ما همینه، شیر خشک. عطر و طعمش بهتر میشه. حتما این بار با شیر خشک امتحان کنید، خیلی خوشمزه میشه، طعم خیلی قشنگتری میگیره. بله و دوباره به هم میزنیم تا به یک شکلی برسه که الان تو تصویر بهتون نشون میدم. اینجا خیلی مهمه فقط هم بزن. البته زیاد هم طول نمیکشه که فکر کنید خیلی بعد هم بزنید، نه یکم هم میزنید دیگه هم میزنید. جا فهمیدیم هنوز سخته و بعد بهش روغن اضافه کنیم. شما ببینید دقیقاً بعد روغن اضافه کنید تا نرم بشه. تعریف کنم از روغن محلیمون که چقدر پوش خوبه. یعنی به خاطر روغن محلیش یک بای قشی دادا که مگا. دوستان اون طرف صحنه هم دارن خرماها رو هستش خالی میکنن که گردو بذارن. بریم سراغ اصل موضوع. ببینید خرماها رو هسته‌هاشو در میارید و داخلش به جای هسته میتونید مغز بذارید که ما مغز گردو گذاشتیم. مغز گردو باعث میشه که خوشمزه تر بشه و من هر چقدر مغز گردو بیشتر باشه بیشتر دوست دارم. اینجا کوکو رو میبینید که اصلش اسمش نبات، من بهش میگم کوکو چون که کوکو تو دهنم راحت ترم دیگه با کوکو. خلاصه که همینجور قشنگ بچه‌ها دارن خرماها رو صف میدن. ببینید البته بماند که اول از گوشه این سینی میخواستن شروع کنن، من بهشون گفتم از وسط مدیون منن اینجا. آره ببینید اینجا غور داریم میزنیم، همون غور ما بهش میگیم کوکو، شما میگین غور. یهو اومدم سر بزنم به کارشون، فهمیدم وسط این خرما یادشون رفته گردو بزنن. دیگه سعی کردم فقط آروم باشم، میفهمین؟ الان من دارم با شما میبینم دوباره داره گشنم میشه. خب ببینید این موادی بود که آماده کردیم با روغن و آرد و ادویه‌ای که بهش زدیم رو تفت دادیم. به این غلظت رسید و الان میکنیم روی خرمایی که پر از گردوه. ببین اینقدر خوشمزه است که همین الان که دارم میبینم دلم میخواد. الان من چیکار کنم؟ خب
بعدش میتونیم تزیینش کنید، دیزاینش کنید. همچنان در حال حل این مسئله که اگه میشد از دور سیدی شروع میکردیم، چه فرقی داشت چه از وسطش باشه چی از این ور. ولی خب دیگه من گذشت کردم به بزرگی خودم. رفیق دوستمو قشنگش کرد و اینجام دیگه اینقدر خوشحال بودیم که چقدر خوشگل و خوشمزه شده داریم دست میزنیم برای خودمون. چه خوشگل. یک بچه همین داشت. شما مکالمه اینجا رو بشنوید. اینجا بود که دوستم میگه به خدا اگه لباس من رو کثیف کردی، بعد اون یکی میگه خب نگاه خودت کن، به خدا ما خود درگیری داریم و اینا. من شکار کردم این لحظاتو. خب از پشت صحنه دارن منو تهدید میکنن که این حرفا رو نزن، کم با کلاستر باش. ما فقط گشتمون بود. بله اینو بینم خواستم از حیات روستامون براتون بذارم که داخلش ریحون تازه داریم ما و بله بوی ریحون تازه تو کل حیات میپیچه و خیلی خیلی خوبه. به ریحون تازه داریم بچه ها، از تولید به مصرف. بوش چه بوی خوبی میده. ترکیب این دسر با چای عالیه. اینجا چای رو آماده کردیم و رفتیم که با دسر خوشمزمون بخوریم. دیگه از اینجا به بعد چی نمیگم. تا یک بلاگ بعدی خدافظ. یک سوالی گردنش شبیه طرف لمزون. نه گردنه طرف بینم. چه تکنیسی چه یعنی دوست آخ قلبم چوی